بیاد پایین قبول نکنید بشید همین که وایس سیاست کنید. منم نظرم همینه، به خاطر اینکه دولت گرون کرده، ما گرون نکردیم. خب اینا جزء دولت نیستن. بعد همون حرفایی که 2 ماه پیش زده شد همونا دوباره تکرار شد. حالا دکتراتون رو صدا کنیم، حالا دکتراتون بیان. گفتم مگه ماشین آنچنانی وارد کنن، دارو 200 نفر وارد کنن. این چیزی که خانم غفاری هم هست، شما بگین چیزی که اتفاق افتاد 1 ساعت و ما همه حرفا زدیم درباره کی قطره چشمی گفتیم، نام سیناداری گفتیم، ایار گفتیم، مرگومی گفتیم، همه چی گفتیم. هر چی میگه همونو میگن ما تا الان این آقای دکتر میگه من تا الان نبودم، الان هستم، یه هفته به من فرصت بده. ما رئیس معاون نه اسکندری که چیز حراسته، رئیس معاونت در معاون حالا اگه هم چیزی که من 3 ماه رفتم اومدم نتیجه نگرفتم، قراره اون کاری که 3 ماه منو بردن تو یه هفته درست کنن، چرا تا الان درست نکردن؟ نه نمیشه خانم. من بیمه رفتم، الان میگه با بیمه صحبت کنیم. ببین من اینا که دارم میگم انجام دادم، میشه بیمه رفتم، میشه سبل علاج رفتم، مگه نه همه اینایی که الان داره میگن مگه نرفتم؟ اگه قرار بود درست کنه چرا تا الان درست نکرد؟ پس بعد تو نمیتونی آقا اصلا شما بیا بگو دیگه. ببینید خانم نرین از اینجا. نه شما بیا توضیح نرین از اینجا.